که باره از یکی از صحابه های پیغمبر خدا را گفتن خاندان ما بیگاهی مرحمت، من برای 5 نفر آدم طعام آماده کردم، می توانی ای حبیب خدا همراه 5 نفر به خانه من بیایی؟ حبیب خدا میگوید وقتی بیگاه شد 1 نفر زیارتچی حبیب خدا از کجای پیدا شد؟ حبیب خدا این شخص هم گرفتن همراه خودشان. ولی امروز ما و شما هم عادت داریم که مثال ما را یک کس خبر میکنن 2-3 نفر دیگر را میگیریم، خیلی همون نان کرده ساخی، همون مثال نان هست فرقش یا خی چی شما بخورین چی فلانی خورد گفته هم تری دلیل ها داریم. حبیب خدا میگه همراه خودش همون نفری مهمان گرفت برد، لیکن خاندار 5 نفر گفت، حبیب خدا 5 نفر گرفت، این مهمان هم همراه خود برد، لیکن مهمان در بیرون کوچه گذاشت، همراه 5 نفر خانه خاندار درآمد و از خاندار پرسید همون 5 نفری که گفته بودی اینا مرحمت، لیکن 1 نفر زیارت من آمده است، مهمان من است، بیرون خانه است، حق داری اگر خواهی قبولش کن نخواهی قبولش نکن. خاندار چی گفت؟ و حبیب خدا گفت من قبولش دارم گفتن. یعنی مهمان قبول کردن به اذن خاندان، به اجازت خاندان شد. از همین خاطر باشد که صاحب چهار کتاب میگه اول آن باشد که مانندی مگس هم میدانیم پشه، اول آن باشد که مانندی مگس، مرد ناخوانده شود مهمان کس. هر کی او مهمان کس ناخوانده شد، نزد مردم خوار و زار و رانده شد. کسی به دعوت خانه یک برادرش قبول کرد، وای الله که چی است؟ وای خوار است، وای زار است، وای شرمنده می شود. برای یک تکنانی که همونجا استفاده میبری قدر و شرف قیمت گم میکنی. برای همین امروز این مدنیت دم شما باید رسین. بس از مثال خدای کافتن و جای نان و آب کافتن این شرمندگی است. دعوت ما کردن انشاءالله قبول، دعوت نکردن ما حق مثال در خاندان او اشتراک کردن نداریم. اون سخنایی که مثال پیشینی ها بود نانش شنوی و نرای گناهگار میشه، ایره کدام با همین پیشوای شکم چران بود است باور کنید. هیچ یگان دلیل ها ندارن. من دلیل هاش از حدیث برای شما خوانده دادم. قبول نکنین. هر یک جا به خودش گویم نفر دارد، آدم دارد، شرایط دارد، حساب میکند چی مقدار قوت و مثال طعامش میرسیدگی است، بعدا مردم دعوت میکند. آیا بسم الله را در طعام فراموش کنی یا قصداً ترک کنی چی میشود؟ اگر بسم الله الرحمن الرحیم پیش از طعام خوردن ما قصداً ترک کنیم گناهگار میشویم. هر یک کار باید که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شود. حتی وارد شدن جنت ده انسان بسم الله الرحمن الرحیم میگفته است، با جنت میدرآمده است. همیشه باید که در زبان ما بسم الله الرحمن الرحیم جاری باشد. باری میگه پیغمبر خدا در یک حکایه خوانده بودم، با یک نفر میگه نشستم طعام خوردم، وای بسم الله الرحمن الرحیم نگفت، خورد طعام قریب در آخر طبق یک ناله ماندنده و چی گفت؟ گفت بسم الله اوله و آخره. این از روی حدیث است. پیغمبر خدا گفت کدامت اگر فراموش کردی در بین طعام یا آخر طعام در بیادت آمد چی بگو؟ بسم الله اوله و آخره. بسم الله اول و آخر. میگه با این مرد من طعام میخوردم وای بسم الله نگفت، بعدا یک طعام ماندند که بسم الله اوله و آخره گفت. این زمان حبیب خدا میگه من خنده کردم. پرسید چرا میخندی؟ گفتم تا همین زمانی که این بسم الله را تو تکرار نکردی همراه تو شیطان طعام خورده ایستاده بود. وقتی تو بسم الله اوله و آخره گفتی شیطان آنچه که خورده بود همش پس گردانید. این قوت دادن شیطان است کسی اگر بسم الله الرحمن الرحیم نمیگوید. پدر و مادرها هم فرزندا را باید تعلیم دهند در نزد دسترخوان با دست راست خور بچم.
بسم الله الرحمن الرحیم بگو. اینا را باید پدر و مادرها فرزندها را تعلیم دهند. السلام علیکم ایشان حاجی میرزا، به عدد رحمت خدا بر شما باد که من یک زن مسلمان هستم. از دوشنبه با همراهی شوهر و فرزندانمان از کاسته های شما بهره میبریم. یک سوال دارم، شوهرم سیگارت میکشد، آیا این در اسلام چه حکم دارد؟ ساده و روشن بیان کنید که شوهرم معلم مکتب میانه است. من این مسئله را چندین بارها گفتگی هستم، چی درباره ناز چی درباره سیگارت، که اسلام شعار دارد لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام شعارش همین است که از چیز ضرر نبین و به کسی ضرر نرسان. این شعار اسلام است، از چیز ضرر نبین و با کسی ضرر نرسان. مقصد از سیگارت تو ضرر میبینی، تو شعار اسلام پایمال داری. برای همین سیگارت در اسلام حرام است. چی از جهتی گوییم که در جسم آدم ضرر دارد، چی در اقتصادیاتش ضرر دارد. وقتی هر چیزی که به جسم آدم ضرر داد، به جسد آدم ضررش رسید، این در اسلام حرام است. هر یک حرام کرده پروردگار حکمتش انا همین است که شما تماشا کنید چیزی را که خدا حرام گفته است و حتمی در ارگانیسم شما زلال دارد. برای همین باز مخصوص اگر این برادر ما معلم باشد، معلم باید از سیگارت و از ناس دور باشد. معلم در پیش طلبه وقتی که سیگارت میکشد، ناس میکشد، همون شاگرداشان سیگارت کش و ناس کش میشوند. امروز به گوش ما آوازها میرسد که بعضی معلم ها طلبه ها را پول میدن که برای ما ناس بخر یا سیگارت بخر. این نادرست است. داملای عزیز، من یک طالب علم از فرخار هستم، با یک سوال با شما مراجعت کردنی هستم. خواهش دارم این را جواب گویید. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو حنیفه سراج امتی. این حدیث صحیح است یا نه؟ این حدیث ها میگذرد که ابو حنیفه این رئیس مذهب ما و شماست و این سراج امت است. گویا پیغمبر خدا گفته باشد که ابو حنیفه را شما میدونین که 70 سال بعد حبیب خدا به دنیا آمدن. ابو حنیفه سراج امت من است. سراج گفته چراغ میگویند، یک روشنی را میگویند، چراغ امت من است. نه، این برادر عزیز علی قاری در کتاب موضوعاتش میگوید این حدیث موضوع است. این حدیث صحیح نیست. این حدیث بافته است، حدیث تهمت است. هیچگاه حبیب خدا ابو حنیفه سراج امت من گفتگی خبر نداده است. لیکن خدا رحمت کند علامه جلال الدین سیوطی را که صاحب کتاب خلفای راشدین است، که چهاریا را بسیار قصه خوب کردگی است که امروز دنیای اسلام او را میخوانند، در زیر حدیثی لو کان العلم معلقا بالثریا لتناوله الرجال من ابناء فارسه. حبیب خدا گفتن اگر علم در ثریا باشد، گویم همون بلندترین ستاره آسمان در اگر علم باشد، هر آینه مردهای از قومی گویم یا از طایفه فارس، مردم تاجیک، این علم به پایان میارن. همین جلال الدین سیوطی علامه در عقیده خودش گفته است که همین اشاره به امام ابو حنیفه است. برای همین سراج امت گفتن اگرچه از زبان پیغمبر نمیگوییم، لیکن سراج امت بودن ابو حنیفه هیچ شک و شبهه نیست. وقتی یک عالم سراج باشد، پس ابو حنیفه سردار همه علماست. امروز شکر ما و شما پیروی این گونه عالم برجسته در مذهب داریم. این شکرانه کردن در کار. انشاءالله ما راهی غلط نرفتیم، ما راهی نادرست نرفتیم. و امروز همه شما را هم جوانهای عزیز، من چند بار گفته بودم، باز میگویم که مذهب امام ابو حنیفه برای ما و شما امروز حتمی و ضروری است.
امروز به نهایت مطابق و مناسب در همین جمهوری تاجیکستان ماست. بهترین نعمت این آرامی هست که اگر در بین ما بعض اختلاف ها و بعض نافهمی ها را اگر جاری کنند، این حالت ده ممکن است که این آرامی از دست ما رود. السلام علیکم داملای عزیز، مرده را راه دور بردن جایز است یا جایز نیست؟ مرده را راه دور بردن جایز است یا جایز نیست؟ امام سرخسی رحمت الله علیه از قول امام محمد میگوید که مکروه است. مقصد از همین در کلا وفات میکند میگیرن خاولین میبرند، در کلا وفات میکند میگیرن مثال دوشنبه میبرند، یا در دوشنبه وفات میکند گرفته کولاب میارند و دیگر و دیگر. همین امام سرخسی خدا رحمت و مغفرت چون کند از سخن قول امام محمد گرفتن، گفتن مکروه است، بردنش درست نیست گفتن. لیکن خدا رحمت کند با صاحب فتاوای خلاصه را که دیروز من نگاه کردم، همین بابا این سوال خواستم نگاه کنم، اونجا گفته است تا 4000 میل، اگر یعنی 1 میل یا 2 میل اگر مرده را دور برند این یگان ضرری ندارد. 1 میل در شریعت 4000 قدم است. 4000 قدم گویم اگر 50 سانتی متری گیریم 2 کیلومتر تا 2 کیلومتر گفته است. صاحب فتاوای خلاصه گفته است که باکی ندارد و بعض صاحبای کتاب گفتن این 2 میل 4000 گز می شود. یک گز 91.5 سانتی متر، گویم که قریب 4 کیلومتر. اگر مرده را دور برند اینم باکی ندارد. لیکن امروز در همین شرایطی که ما و شما داریم بهترین صورت همین است که ما راه دور نبریم. خوبترین صورت چون در همون نزدیکترین منزل برده مرده ها ما جای میکنیم. اگرچه وصیت هم که کند وصیتی او بیکاره است، وصیتی او را ما در حال حیاتش میگیم میلش به جان قبول، لیکن جان که به حق تسلیم کرد همون نزدیکترین منزل در برده گورش میکنیم. یگان گناهکاری در شریعت ندارد. فقط وصیت مرده در 3-1 ماه تأثیر دارد و خلاص. اگر 1000 سامان از مرده من باقی ماند، گوید که بچم همین همشه بعد من در راه خدا خیر کن. وقتی که از دنیا گذشت ما همون 333 سامانیش گویم صرف میکنیم و باقی مانده شبا در جان خودمان صرف میکنیم. این یگان زیان و گناه در شریعت نیست. خب دوم، شوهر میتواند که زنش را در لحد جای کند. یعنی در فخرالدین خان خدا رحمت و مغفرت کند در همین فتاوی خلاصه دلیل میارد که مکروه است برای مردم این که شوهر یا پدر یا خسر اجازت ندهند که تابوت همون زن بردارد. یعنی بعضی انسان های هستند که نمیگذارند که شوهر تابوت زنش بردارد. یعنی وقتی که به قبرگاه میبرند در راه برداشتنش دم بعضی آدم ها اجازت نمیدهند. بعضی جوان ها امروز اینقدر پیشرفت علم و انکشاف در علم است، امروز فرزندای خود چون میبرد میگن که چی نرو، قبرستان نرو، از پس فرزندت نرو. اینا همش گویم باور که یک جهالت و غفلت و نادانی است. از پس فرزندت قبرستان بره، فرزند خودت به دست خودت در لحد بگذار، درسته است، باکی نداره. لیکن شوهر در داخل قبر در فتوا میارد که اگر محرمای زن یک جای باشند میتواند که زن در لحد گذارد، خودش تنها در لحد گذاشتش نمیتواند. همراه محرماش، همراه تغش باشد، عمکش باشد، برادرش باشد، دادرش باشد، یک جای میتواند که همون زن گرفته در لحد جای کند. السلام علیکم داملای شیرین سخن. جوانی که در خدمت است نمیتواند که نمازهای جمعه را بخواند، شما در این سوال چی گفتنی هستی؟ یعنی برادرایی که امروز در خشونها گویم حربی در خدمت میکنن، یعنی همچو عسکر
خدمت وطن مادر میکنن، اینا عذر دارد. برای اینا اگر شرایط جمعه خانی که نباشد میتوانن پیشین هاشون خوانند، زیرا که اینا شرایط گویم جمعه خانی نباشد چیکار کنن؟ کجا روان جمعه خانه؟ اگر شرایط پیشین خانی داشته باشن همون پیشین هاشون در همون گویم که جایهای خدمتشون ادا میکنن. جوانای عزیز، امروز خدمت وطنم یکی از قرضهای هر یک گویم شهروند تاجیکستان است. وقتی معین خدمت آمد ما باید سرکشی نکنیم، ما باید گردن کشی نکنیم. امروز تاجیکستان در دست تاجیک است، پس باید که هر یک سرحد داریم، هر یک شهر داریم، هر یک گویم منطقه‌ای که داریم برای محافظت باید که ما و شما رفته تاجیکستان ما محافظت کنیم. این خدمت هر یک جوان است. امروز سرکشی نکنیم، بسیار نیک می شود. این راه هم خیلی راه آدمای دلیر است، راه هر یک شخص نیست. السلام علیکم اکای حاجی داملا. همسایه ما در کلاب زن دارد. من خودم از دوشنبه هستم. باز در روسیه نیز زنی عروسی دارد. آیا زنی عروسی را تاجیک گیرد رواست یا روان نیست؟ اگر زنی عروس زنی کتابی باشد اجازت است که او را چی تاجیک است چی عرب است، یعنی کدام آدم مسلمانی نباشد می تواند که باید در نکاح درآورد. زنی که به کتاب، به همون انجیلی که دارم، به همون ایمان داشته باشد. لیکن برادرای عزیز، برای زن گرفتن یک شرط زنگیری این است که زن باید که اصل داشته باشد. زن به منزله زمین است، باید زمینی خوب گیری. بین امروز آدما زمین آبی میکاون که مثال زمینای آبی حاصلش زیاد است. هیچ وقت زمینی که شوره داشته باشد، خس و خارش زیاد باشد، در او هیچ وقت رجوع ندارند. مقصد زن به منزله زمین است. باید ما زن از طایفه گیریم که اصل داشته باشد. برای ما چی حاجت است امروز زنی روسی گرفتن؟ چی حاجت است؟ زمانی که دخترای تاجیک ما خودشون شوهر ندارند، زمانی که در هر یک خانه تاجیک 2 دختر 3 دختر به شوهر ایستادگی است، کجا میره زنی عروسی میگیری؟ بعضی زنای عروسی این بچکای تاجیکی ساده ما را یافتن، تنی کلمه عرضه کن، خیلی کلمه عرضه میکنن، تمام میگه مسلمان شد، گرفته به او خدمت زندگی کردن میگیرد. نمیداند که عاقبت چی میشود، از این چگونه فرزند به دنیا میآید و عاقبت با این مرد چگونه زنی میکرده باشد. و حضرت سعدی میگه زمین شوره سنبول بر نیارد، در او تخم و عمل ضایع مگردان. نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیک مردان. شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی، ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره بوم و خس. برادرای عزیز، همه شما را من نصیحت من این است که امروز زنی تاجیک زنی کنین. زنی هست که گویم همه جهت و تو میدانی، زبانش با زبان تو موافق است، مذهبش با مذهب توست، دینش دینی تو هست، معامله های گویم زندگی را خوب آموختگی هست. برای همین بهترین برای جوان تاجیک امروز زنی تاجیک است. جوانای عزیز، هیچ وقت میل با زنهای روسی نکنید، تاجیکای خود ما نگیریم. امروز ببین اینقدر زنها از حساب به شوهری به حیا شدند، بیگانه شدند، دستی گوی مردم بیگانه استفاده دا بردند، به ملکهای خارج برده استفاده شان بردیستند. همش به خاطر است که شوهر ندارند. امروز بعضی همون دیوسا گویم، بعضی جوانای بی غیرت، یعنی کلاب ما و شما امروز با دخترهای تاجیک برده در عسکرهای روس بیزنس میکنند. مردن تون بهتر باور کنید.
وقتش زن ممراز بود، امروز بچه گلابی ممراز شده است. این خبرها به گوش ما می آید. ادرساش میدانیم باور کنیم. بچه تاجیک بار میکند، دخترها را در یک خانه جمع میکند، بچه های روس میگیرد میبرد، 1000 سومی روسی 500 سومی روسیش میدن و به دختر تاجیک یک جایش میکند. همین دیوسی نیست؟ همین یک گویم باور که خیانتی در ملت تاجیک است. آخر تو اونقدر جوان مرد باشی، اونقدر دلت به ملت تاجیک سوزد، تو برای و یک شوهر جستجو کن، شوهرش بیا. برای این دادرای عزیز هیچ وقت برای خدا اون زنها را اختیار نکنید. زنهای تاجیکی خود ما نگیرید. السلام علیکم دامنای محترم، از شما خواهش می‌نمایم که با همین سوال من جواب گوید. مدت 6 سال می شود که شوهرم در روسیه کار میکند و تا حال نیامده است. مردم میگویند که وقتی که او برگردد باید که از نو نکاح کنید. آیا این درست است یا نه؟ با احترام، خواهر اخلاصمند شما. این مرحمت خودش. 6 سال این همین شخص در همونجا زن دارد. بعضی هاش میگوید که وقتی ما روسا را میگیریم پاسپورت ما از دست ما میگیرن، به خاطری که دیگر تو پای در طرف تاجیکستان نمیمانی. ببینید غمخواری زنی روس نسبتی بچه تاجیک. ما امروز خرسند میشیم که جوان مردای تاجیک رفته در اونجا کار میکنن و پدر و مادر و زن و فرزندشون را در اینجا کمک میکنن، یاردم میکنن. 6 سال زن و فرزند تماما سراغ نکنی، آیا این در کجا دیگر گویم ایمانداری و اسلامداری تو باقی میماند؟ در کجا دیگر؟ از تو دا گویم آدم شرمنده، از تو دا آدم بیناموس دیگر وجود ندارد. تو چی میدانی که زنی تو در کدام حالت در اینجا گرفتار است؟ چی کار میکند؟ تو چگونه زنداری داری؟ این عاقبت زنهایی که ما و شما در روسیه رفته زن میگیریم، زنهای خودمان در همینجا با فرزندا هر طرف پریشان میگردند. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، من یک مادر به شما گفتنی دارم. از برآمد و ثبت کسیته های شما خیلی ممنونم. نتیجه همه کارهای شما تربیت جوانان است. من خیلی خرسند هستم که پسر من مثل دیگر پسرها دائم روزهای جمعه را انتظارند برای سخنهای تربیوی شما. رحمت بر شما داملا که امروز جوانان شهرمان را برای راست تربیه کرده ایستاده اید. سوال مادر: من کارکن دولتی هستم لیکن بیروی مال به کار می روم. اما خویش و تبار مرا سرزنش می کنند، لیکن الحمدلله من مسلمان هستم و دین اسلام را سخت اعتقاد دارم. من باید چیکار کنم مادر؟ راستی بار من چی برای این مادر باشد، چی برای کدام خواهری نباشد، هیچ وقت یگان تغییرات در اسلام، در آیت قرآن، احادیث رسول الله در آوردن نمیتوانم. چیزی که خدا امر کرده، چیزی که حبیب خدا برای ما سفارش داده است، وای برای ما دیگر چی هست؟ خودش برای ما دیگر فرمان است، وای برای ما دیگر فتوا هست. من برای این گونه مادری که خیلی گویم با یک علم، با یک کلمه ها و جمله های خیلی خوب برای ما نویسانده است، منم به این مادر همین گفتنی هستم که مادر عزیز، پوشانیدن سر این فرمان پروردگار است. این الله چی در سوره احزاب چی در سوره نور تماشا کن. مرحمت اگر خواهی، امروز قرآن با طریق کریلیکی هم چاپ شده است. مبادا شما را درد نکند که ما در باب سطر و در باب رویمال وقتی صحبت میکنیم فکر کنیم که این پیشنهاد خود من است. نه، بلکه این سخن خداوند است. در قرآن هم در سوره احزاب هم در سوره نور خطابه فرمان برای زنها دارد. از این خاطر مادر عزیز، چی کارگر دولتی چی کارگر غیر دولتی، فرمان پروردگار این است که باید تو رویمال داشته باشی. باید گردن و دست تو را کسی نبیند بجز شوهر تو. این فرمان پروردگار است. اجرا کنی خوش به حالت، اجرا نکنی
1000 اگر حاجی میرزا و پیر و استاد داشته باشی، در قیامت برای تو عذاب انتظار است. لباس خودش زیبایی است. همون رویمالی که زنها میدازند، همون آستینهای درازی که زنهای ما و شما دارند، باور کنید زیبایی از زینت است. خودش زینت است. از یک جهت فرمان اجرا شده ایستاده است، از یک جهت زینت او، زیبایی همین زن پیدا شده ایستاده است. این امروز ما جای گوییم که غیبت و جای تنقیدش نیست. همین دخترهایی که در شهر میبینیم، همون چهره های زیبایی که خدا برای اونها داده است، اینقدر کریم، اینقدر گوییم تمام نمود داروها را در چهره ها استفاده میبرند. شما یک نظر کنین بعد یک 5 ساله چهره همون را تماشا کنین، این خیمیه ها اینقدر زلال زیاد دارند، هیچ احتیاج به اونها هم ندارند. انشاءالله من در اطراف این مسئله دارم صحبتی که برای شما یک صحبت مفصلی، شاید یک جمعه یا 2 جمعه در اطراف این صحبت میکنم اگر عمرم باقی باشد. السلام علیکم دام الله حاجی میرزا، اگر در مسابقه مثل گشتینگیری یا باکس غلبه به دست آری، زمین را بوسه کنی از شادی، درست است یا نه؟ بعضی آدمای هستن که گشتین میگیرن یا گویم در مسابقه هم باکسی که میگوید غلبه میکنن، بعد زمین بوسه میکنن. اگر دیده باشین این حرام است در اسلام. زمین بوسه کردن جایز نیست. وقتی فوتبال ها را تماشا میکردیم، گویم که یک گروه دیگه در غلبه میکرد، بعد همون نصرانی ها در گردن هاشون همون کریست داشتن، همون کریست هاشون بوسه میکردن. بعضی هاش کریست نداشت، با دستش همون اشاره کریست میکرد، شکرانه میکرد. امروز جوان تاجیک وقتی تو در گشتین غلبه میکنی، در باکس غلبه میکنی، در کدام چیزی نباشد، تو به جای بوسه زمین سجده کن، شکر به سوی پروردگار بگو. امروز افسوس که تاجیکای ما وقتی غلبه به دست میارن، بعد میان شامپانسکی هوی میکنن، بعد عرق میخورن که اینا ما غلبه کردیم. آخه این قوه خدا دادی است، تو خدای قوت داده است، به سوی پروردگار شکرانه کن. بعد این غلبه 2 رکعت نماز خوان، بگو پروردگار هزارها شکر که مرا در بین اینقدر میلیون آدم گویم خجالت ده نگذاشتی. آمده شامپانسکی هوی کردن، این یک باره به ضرر جان تو حل می شود. عاقبت در یک مسابقه چنان مغلوبت میکنن که شاید یگان اعضاد شکسته شود، دیگر اصلا دیگر او را پیوند کردن نتوانی. این خطرها هم وجود دارد. دادرای عزیز، می توانید شما امروز ورزش در تاجیکستان خیلی پیشرفت کردگی است. شما وقتی که غلبه کردین مرحمت، می توانید که چیکار کنین؟ زمین سجده کنین، شکر به سوی خدا کنین. یک منظره همون تایسونی که تایسون باکس میکنه، یک منظره شدیدگی بدم که وقتی در یک برآمدش غلبه کرد، در زمین زدم، آدم نو مسلمان است، همون آدم در زمین سجده کرد، بوسه نکرد، سجده کرد. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، من همین سوال آخرانه میخوانم انشاءالله. بعدا ما یک گروه جوانان از شما یک سوال داریم. سوال چنین است: در مسجد محله ما به ما نمیگذارند که صف نماز را جفت کنیم. برای اشاره سبابه به ما کیانه میزنند. سخن دنیایی به حد زیاد است، حتی جنجال ها میکنند. وقتی ما با امام مسجد گفتگو کردیم که از پند و موعظه های حاجی میرزا مانده پیش از نماز گوش کنیم، در حال از شما عیبجویی کرد و اجازت نمیدهد. در حق این گونه امام ها نصیحت کنید و در حق ما نیز دعا کنید که خدا ما را هدایت کند. با احترام، یک گروه مخلصان شما. یعنی این برادران میخواهند صفحاشون جفس باشد، میخواهند صفحاشون راست باشد، میخواهند اشاره یعنی انگشت بردارند در حالت اشهد ان لا اله الا الله ده. بعضی شخصای پیدا میشود که جفس کردن صفحه نمیگذارند، راست کردن صفحه نمیگذارند،
برداشتن انگشت اجازت نمیدهند. و شما باید گوش نکنین آخه او کی از خودش؟ وقتی جوز کردن صف امر پیغمبر خدا باشد، صف راز کردنش امر باشد، برداشتن انگشت امر باشد، کی را اطاعت کنی؟ امام؟ خدا رحمت کند و حضرت حافظ میگو ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، خود دانا همه از خون جگر میبینن. چیکار کنین؟ زمان هم تشیده است. امام در محراب است که دیگر آخر دیگر چی گویم دیگر؟ اسب تازه شده مجروح به زیر پالان، توقی زرین همه در گردن خر میبینم. چیکار کنیم؟ امروز محراب ها از این گونه شخص ها خالی اند. از شخصی که حق میگوید، از شخصی که از حدیث و آیات سخن میراند، محراب ها امروز ما و شما خالی هستند. بعداً مثل همین گونه بعض ابله هایی که از حدیث و از آیات و از مسئله درک ندارند، بعداً فشار بالای مردم میارند. شما کردن گیرین، صفحاتان راست کنین، صفحاتان جفت کنین، اشاره را کنین. کدام من برای شما گفته بودم کسی اشاره میکند برادرای عزیز، این حدیث پیغمبر خدا هست. از 30 حدیث زیاد درباره نمین یک برداشتن انگشت آمده است. بعضی از فقهای ما و شما هم حتی ببین صاحب عمدة الرعایت این شرح الوقایه است. و حضرت گفتند، صاحب فقه کیدانی گفته است، باز در تنبورش نواخته گفته است این حرام گفته است. ببین صاحب فقه کیدانی در کتابش گفته است کسی انگشت می بردارد همین انگشت برداری حرام. لیکن صاحب کتاب عمدة الرعایه که خیلی کتاب معتبر است و در علم و در حدیث و در بزرگی از فقه کیدانی 1000 برابر بالا بود، و میگوید صاحب فقه کیدانی شرم نکرده در تنورش نواخته انگشت برداشتنش حرام گفته است. علی قاری رحمت و مغفرت کند خدا، و در مذهب همین ما و شما امام ابو حنیفه است، در باب همین برداشتن انگشت رساله دارد، یک کتاب پره دارد و گفته است. چی گفته است؟ اگر گفته است ان همین حدیثی و ظن بالمؤمنین خیرا نمیشد، من صاحب فقه کیدانی را حکم به کفر میدادم. علی قاری امروز کتاب موضوعات حدیث دارد، شما یعنی علم شاید درک نداشته باشید. صاحب و محدث است و میگوید فقه کیدانی که امروز تعلیماتی است که میگوید برداشتن انگشت حرام است، و از علی قاری در کتابش میگوید که پیغمبر خدا گفتن و ظن بالمؤمنین خیرا، با تمام مؤمن ها گمان نیک داشته باشین. گفت اگر همین حدیث نمیشد من صاحب فقه کیدانی را حکم به کفر میدادم که حلال خدا حلال کردگی را حرام میگن. برای همین کسی انگشت میبردارد پدرای عزیز شما خشمناک نشوید. او چی جای خشم شدن از وقتی حبیب خدا برداشتن؟ و حتی گفتن هی اشد علی الشیطان من حدید، همین شیطان گفته است آهن گرفته در تار سر شیطان میزنی، از اون ده گفته است در برداشتن انگشت شیطان ناراحت میشود. همین انگشتی که میبردانن اشهد ان لا اله الا الله دم پرتایمش، همین ده شیطان دردمند میشده است. و این کرده پیغمبر ما و شما هست. برای همین نمیکنی میلش نکن، لیکن میکردگی آدم ها را تحقیر نکن. این در این علم نداری، این مرحمت در این مسجد کدامت علم داری؟ در همین باب انگشت تیز مثال من کردگیش گپ زن در بین همین مردم، من تو را قبول دارم. اگر دلیل های مستحکم داشته باشی، از حدیث از آیت تو دلیل داشته باشی، نداری برادر عزیز. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یک 5 دقیقه دیگر مانده است. همینجا مهمان داریم انشاءالله در اطراف همین کدام مسئله برای ما و شما یک چیزی میگوید، در ممکن تای 5 دقیقه است، ممکن تای 10 دقیقه است، همین ما و شما گوش کنیم. از حکومت نماینده دین انشاءالله بعداً دعا میکنیم مرحمت. پیش از آنی که تو خانه کعبه می روی باید که تیار شده روی. یعنی بعضی حاجی های امروز می آیند، شما می دانید
بعضیایش میگن امروز خبرهاش میاد که حاجی را دیدیم کشپالو کده عرق زده سه، حاجی را دیدیم مثال به وقت نمازش نمیخونه، حاجی را دیدیم مثال و فلان دخترک مثال یک جای شیدگی فلان فلان، یعنی در حق مثال فلان حاجی فلان گپا. در اصل اینا وجود دارند. برای همین هر کسی که خانه کعبه زیارت می رود باید آن چیزی که از اخلاقهای نادرست و ویم کردارهای بدی که داشت همه را ترک میکند، رفته حج میکند، میآید انشاءالله در نزد خدا بهترین مکافات جنت است برخوردار میشود. برای همین این یگان بسیار پیشنهاد خوب است که دام خیلی مسئله قیمت شید نشید برای بای یا برای تو کمبغل نیست. این برای آدمی بای $100 قیمت میشد، $200 قیمت میشد، برای فرقی ندارد. او برای مثال خودت برای یگان کسی دیگر که پول نداره $100 خیلی پول کلانه. برای آدم با دولت $100 هیچ پول هم نیست آخه. برای همین حج خدا برای آدم با دولت گفته است برای آدم نادار مرحمت نماز جمعه، با صدق بیا نماز جمعه را بخوان، خداوند ثواب حج در نامه اعمالت می نویسد. و بایهایی که در اونجا خیلی که رفیق قیوم ذکر کردن، انا بایهاش در اونجا از پس خیریه نمیگردن، انا منوش که همین روز اینجا حولی فروختن، زمین فروختن و ماشینش فروخته است رفته است، بعد اونجا دیگه پس همون ماشینای خیریه بعد میدوه که کجا دیگون خیریه و خدایی وجود داره که بخریم. خب اینجا در حق بچه‌هایی که این هفته خدمت کردن دعا میکنیم. من مادرم پسرم در تحصیل علم هست، دعا کنید. گفته اینجا در یک مبلغ اسپاریدن، یک برادر زکات مال دادن. خب پسری اکای شرافی نفتی بازه برای مسجدم همین هفته یاردم آوردن، مبلغی پولی آوردن. یک برادر دیگر هم صدقه کردن، یک مبلغ گفتن نامانه نگیرید برای ساختمان همین مسجدی که آغاز کردیم. مادرم بیمار است، دعا کنید. گفتن برادرمان محمد شریف که در همین مسجد ما و شما پیوسته اشتراک دارد و فرزندم در روسیه است، ایدیمت گفته که در حقش دعا کنید. و اینجا چند برادرها از دوشنبه به نام خوشنود و حسین و رضوان و عبدالملک از محله سیواستوپول، یعنی گفتن که یک خواهر داریم به نام عایشه که دلش بیمار است، در حقش دعا کنید. خدای مهربان این بنده هایی که خوانده شدن، خدایا بیماری هاشون شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردانی، گذشتگانشون خدای مهربان رحمت و مغفرت بگردانی و هر آرزوهایی که در دل دارن خدای آرزوهاشون حاصل بگردانی. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آمین و رب العالمین. با یک مسئله عادیه که اگر اعتقادشون گشته باشد، در غسل جنابت 3 فرض است: غسل فم، انف و کل البدن. در غسل جنابت 3 فرض است: شستن دهان، آب گرفتن بینی و تمام بدن را تر ساختن. این فرض است. کدام ما و شما همین 3 عمل انجام دادیم، ما و شما از غسل جنابت خالی شدیم. ما دیگر در جنابت نیستیم. و سنت همین غسل جنابت چی است؟ بینه نیت در حتی سنت چم نیست. نیت گفته همون اگر مقصد این برادرها خواندن همون دعای نویت ان اغتسل غسلا من جنابتی رفع، من نمیدونمش باور کنین. اگر همین باشد این لازم نیست، این لازم نیست تماما. این شما اذیت نکنین، حاجت به اذیت کردنش نیست. هیچ فرمایش، نه فرض نه سنت نه مستحب، در هیچ امر نیست. خلاص ممکن خیلی همون ملاهای همجا مختصر خان باشن، فرضا و سنتای همین غسل تماشا کنید، در هیچ کدام همون همین نیت آوردگی نیست. برای همون نیتی که در دلتون کردین برای پاکیزه کردن بدنتون، خودش نیت واقع شد، تمام. شرط نیست که شما را لفظا با دهانتون بخونید، با زبان خود بخونید. و سنت همین است که شما پیش از غسل جنابت باید که پیشاب و مثال حاجت خانه داخل شوین، همه را دور بسازین، آمده دستها را شوین، یعنی طهارت کنین پیش از غسل جنابتتون، بغیر پایها را شستن.
بعد در دوام همین آبازی کردگیتان پایهاتان میشولین، تمام شما صاحب هم طهارت هستین هم صاحب از جنابت خالی شدین. این نیت شرط نیست و لازم هم نیست. داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم که سوال ما را با پرگی جواب گردونید. 23 فوریه یا 8 مارس در دین اسلام هست یا نه؟ همین رو ما چندین بار گفتیم برادرای عزیز. یکی 1 ینور، یکی 23 فوریه، یکی 8 مارس، یکی 9 می، دیگر ایده که هستند اینا ایده های ملی هستند، ملی تاجیکستان ما و شما هستند که اینها را به قید میگیرند. اینا از اسلام ما نیستند، لیکن در تاجیکستان در تمام دنیا این عید پیشواز گرفته می شود. چرا شما از 40 سوال نمیکنید؟ چرا از 7 سوال نمیکنید؟ چرا از 6 ماهگی سوال نمیکنید؟ چرا از 20 سوال نمیکنید؟ چرا از سال سوال نمیکنید؟ کجای کتاب در اینا هست؟ السلام علیکم داملا، آیا سلام دادن چی فضیلت دارد؟ این سوال ما در کسیتوی پیشین گفتگی هستیم که سلام چگونه باشد و چند ثواب دارد. میتونین هم کسیتوی پیشین نگاه کنین، انشاءالله همه فضیلت سلام در او وجود دارد. السلام علیکم داملای شیرین زبان، از شما خواهش دارم که درباره حرمت نان یک دو سخن میگفتید، چون که در کوچه ها نان ریزه ها رو میبینیم که پرتافته شده است. گناه این چیست میگفتید؟ با احترام مخلص اشدی شما. البته هر یک نعمتی را که شما اگر با قدرش نرسین خداوند اون نعمت از شما میگیره. و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و ان کفرتم ان عذاب لشدید. خدا در سوره ابراهیم میگوید اگر هر نعمتی که من بر شما میدهم، چه از خوردنی باشد، چه از تن صحت باشد، چه از نوشیدنی باشد، اگر با قدر او نرسیدید، شکرانه او را به جا آوردید، خداوند وی را از شما میستاند میگیرد و عذاب خدا بالای شما سخت میشود. شکر کنی نعمتت افزون شود، ور نکنی از کفت بیرون شود. البته نانم یکی از نعمتهای خیلی قیمتی هست که تمام نعمتهای دنیا دل آدم میگیرد، لیکن نان نمیگیرد. در همه طعام، در همه حالت نان ما و شما خورده میتوانیم. وقتی او را زیر پاکی پرتافتی، حتی در حدیث های همین 1000 حدیث هم آمدگی است که پیغمبر خدا گفتن اکریم الخبز، شما نان را احترام کنید، نان احتیاط کنید. صد افسوس که امروز معرکه های ما و شما تماما توجه به نان نمیدیم. نانها در بالای دسترخوانها قاق میشوند، نانها در داخل دسترخوانها همون پوپنچک میگیم چی میگیم همونها میزند، پروا نداریم، اهمیت نمیدیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ما از شما خواهش میکنم که در جمعه آینده با ما امام عسکری جان را نقل کنید. راستی بار به حاجتم نیست و قصه این امام عسکری جان ما هم نمیدونیم. خدا رحمت و مغفرت چون کنه در کجای باشن، لیکن در همین موضع های ما و شما نیستن. اینا همین حضرت امیر سید علی حمدانی واقع هست. دیگر این عزیزوارهایی که در اطراف ما و شما نامهاشون نمیگیرن، اینا اکثریتش وجود ندارن در اینجا. اینا همش عرب هستن، همه اینها نبیره ها نواسه های پیغمبر خدا هستند. اینا از کجا به اینجا رسیدن؟ حتی همین حضرت سلطان ویس قرنی که اینقدر مشهور است، اینا در حدیث های صحیح پیغمبر میگذارد که در جنگ حضرت علی کشته شدگی است، از جانب حضرت علی جنگیدگی است و در همین جنگ حضرت علی نابود شده است. و در وقتی که در اون مدینه که جنگ شدگی است، از مدینه به این خاولین غیر کی آورد؟ اسی بار من با حضور همون حضرت، لیکن سلطان ویس قرنی بسیار آدمی به نهایت به خدا نزدیک آدم بودن، زیرا پیغمبر خدا را ندیده بودن، لیکن پیغمبر خدا از سلطان ویس قرنی یاد کردگی هست. در حدیث میگذرد که ابوبکر را میگوید که ابوبکر تو وی را نمیبینی، لیکن عمر تو وی را میبینی و طلب کن که در حق شما دعا کند. این پیغمبر خدا در حدیث ها گفتگی است.
از کجا میشناسیم؟ در همین کف دستش یک سفیدی هست. وقتی دیدین بدانین که وای سلطان ویس قرنی است و دعای او را قبول کنین و دعای او را بگیرین. این در حدیث ها میگذرد. اینجا یک شعر نویساندن. التماس همین شعرهایی که شما ایجاد کردین رحمت، لیکن همین شعرها و این شعرها ما باور کنین یعنی سزاوار هم نیستیم. قدر شعرهایی که مثال در اینجا این قدر وصف و صفت کردن. برای همین سوالش را میخوانیم. سلام داملای عزیز و عالی، قدر ما از شما خواهش میکنم که به سوالهای ما جوابهای درست دهید. سوال ما چنین است: در یگان پنجشنبگی دعا کنن در دسترخوان کارچه باشد درست است؟ این کارچه دمیره دعا را نمیگیره. در پنجشنبگی دعا کردن با بودن کارچه و نبودن کارچه هیچ حاجت نیست. تا حال همون عقیده های کهنه و عقیده های باطله که هستن همینا تا حال در معنی سر ما و شما جا دارن. اگر با پیش نماز گذارن نمازت قبول می شود یا نه؟ البته نماز قبول می شود نمی شودش این نزد خداست، لیکن نماز شما را نمی برد. یعنی بعضی آدمایی هستن که از پیشون آدم میگذرد در حال چیکار میکنن؟ میگن نماز من بریده شد. نه، نماز بریده نمی شود، نماز فاسد نمی شود، ویران نمی شود. نماز دوام ده. همون آدم گذرنده گناهگار می شود. کسی با پیش نماز کسی میگذرد، حتی حضرت امام ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن من 40 سال در یک جا راست ایستادن به عهده میگیرم، لیکن به پیش نمازخوان نمیگذرم از گناه وزنین بودن این. برای کسی که نماز میخواند اول جای خودش را مناسب کند. یک جای بخواند که جای گذرگاه مردم نباشد و هر یک آدم گذرنده هم احتیاط کند به پیش آدم نمازخوان نگذارین که گناهگار میشوید. لیکن وقتی گذشتین شما گناهگار شدین، لیکن در نماز او هیچ خلل پیدا نشده است، هیچ نقص پیدا نشده است. اگر در کرته یا در سله صورت زنده باشد نماز خواندن درست است یا نه؟ داملای عزیز، البته که امروز روزی هست که روز اجابت دعا. شما دعا کنید که بابای ما چشمانشان بنا شوند. در کرته و در جای نماز و در سله و در کجای در خانه و در کجایی که صورت باشد شما از ثواب نماز محروم هستید. اگرچه نماز شما باطل نشد، فاسد نشد، لیکن هیچ ثواب در اون نماز شما باقی نیست. خداوند این بابا را شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما یک خواهش دارم که با همین سوال من جواب گردانید. من ستر عورت کردم و من شوهرم میگوید که اگر ستر عورت نکنی فهمید که شما زن من نه. مادرم باشد میگوید که اگر ستر محکم کنید من شما را نه در دنیا میبخشم و نه در آخرت. من چیکار کنم؟ این خواهر عزیز با احترام زیاد مهرالدین نویسنده است. وقتی که شما خواهرای عزیز شوهر که میکنین، رسول اکرم میگوید اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. بزرگترین حق بالای زنها بعد شوهر کردن این حق شوهر میسته. دیگر پدر یا مادر بگوید که تو ترک ستر عورت کن، نعوذ بالله باور کن از دین بیگانه میشود. وقتی که با امر خدا تو چکار میکنی؟ تو مقابلیت نشان میدی. خدای تو در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين و کان الله غفورا رحیما. ای محمد صلی الله علیه و سلم با دخترهای خود، با زنهای خود، با زنهای تمام امت خود خبر بده که بالای سر خدا بپوشانند، گردنهای خدا پوشانند، پایهای خدا پوشانند، یعنی سطر عورت به جا بیارند. وقتی تو امر خدا را که مقابلیت نشان میدهی مسلمانی تو کجا میشود؟
و این دختر حق دارد که سخن پدر و مادر اینجا قبول نمیکند، اگرچند شوهرم که نداشته باشد. حالان که وقتی صاحب شوهر شد سخن شوهر گذر دارد، سخن پدر و مادر گذر ندارد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما که در دین اسلام خواهش داریم و کسیته های شما را گوش میکنیم و من میخواهم که سبق گیرم. من را پدر و مادرم نمیماند. من که حالی که خرد هستم گوید که من چیکار کنم. اگر شما خرد باشید برادر عزیز، از تعلیم قرآنم دور نشو و از خواندن مکتبم دور نشو. کاری کن که در مکتب با بهای اعلا خوان و تمام معلمه های تو از تو راضی باشند، نه بالای تو شکایت کنند. یعنی اگرچه یک مدت وقتت را در مسجد میگذرانی، یک قسم زیادی و با در مکتب گذران کن. با درس های امروزه هم چکار کن؟ توجه زیاد داشته باشی. گر حال نیک خواهی، حضرت رومی میگوید پدر و مادر میگوید، پدر و مادری که نمیخواهد فرزند او قرآن خوان شود یا نماز خوان شود، گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. اگر شما حالت نیک فرزند بخواهید، اگر شما بخواهید که در آینده از این فرزندها راحت بینین، اینها را چیکار کنید؟ قرآن خوان کنید، علم دنیوی را نشانشان دهید و کسب و کار نشانشان دهید. گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. زیرا که پیشه باید روزی که کار افتد، چون پیشه نداند بیل و کلند و تیشه. حضرت گفتن مادامی که اگر پیشه را یادش ندادین، یعنی کسب و کار نآموخت و ایرا قرآن خوان که نکردین، برای این گونه فرزند بیل و کلند و تیشه منتظر است. یا چون خط نداند یا پیشه نداند، پس گاو و خر چراند در کوه و در و پشته. وقتی از قرآن دور شید، از نماز دور شید، از علم دنیاوی دور کی شد، زیب این گونه فرزند و زیب این گونه پدر مادر همان بالای کوه چراندن گاو و خر است. گفتند حضرت سعدی میگوید بیامرز پرورده را دست و رنج. این فرزندی که در خانه تو پیدا شد، اینا شما علم آموزانید، اینا شما کسب دنیایی آموزانید، اینا خط خوانش کنید. بیامرز پرورده را دست و رنج، اگرچه دست داری چو قارون به گنج. اگر مثل قارون به دولت هم که باشید، باید فرزند تربیه کنید، باید فرزند کسب نشان دهید. میتواند این برادر ما هم تعلیم مکتب شد دوام دهد و هم آمده نزد ما تعلیم گیرد، قرآن خوان شود. انشاءالله از هر دو جانب وی برکت می‌یابد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر کفر نشود، از پدرم تو را بسیار دوست می‌دارم. خواهش التماس یک جمعه را درباره اهل دوزخ یا اهل بهشت صحبت می‌کردید، بسیار خوب می‌شد. سوال: خوراک دوزخیان چیست؟ چرا استعمال میکنند؟ البته خداوند همه ما و شما را از عذاب دوزخش نگه بدارد و از وارد شدن به دوزخش نگه بدارد و انشاءالله در باب این دوزخ و بهشت خدا خواسته باشد صحبت ها میکنیم. الحال من به شما خبر میدهم آیت را از خوراک دوزخیان، که دوزخیان چی خوراک دارند. خدا میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. صدق الله العظیم. وقتی که این دوزخی ها تشنه میشوند از حرارت دوزخ، وقتی تشنه میشدند، تسقا من عین آنیه، از آب داغ، از آبی که خیلی گرمی و حرارت وی هیچ دیگر حد و کنار ندارد، از همان آب حرارت دار در حلق آنها میریختند. تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضریع.
این دوزخی ها طعام نمیخورن مگر زریع میخورن. مفسرای قرآن میگن زریع این یک علفی هست، یک خاری هست که هم تلخ است و هم بوی دارد که این اشترها در همون عربستان میخورده‌اند. این خار بویناک و تلخ خوراک دوزخی ها بوده‌اند. وقتی پیغمبر خدا میگه این آیت خواندن، مفسرای قرآن میگویند مشرکای عرب گفتند مادامی که زریع همین خار که خوراک ما باشد باکی ندارد، اشترها را بینید همین خارها را میخورند، چقدر فربه هستند، چقدر چقان هستند. رسول اکرم چی گفتند؟ دوام آیت خواندن لا یسمن ولا یغنی من جوع. این خاری که در دوزخ است، این خار بویناک و تلخی که در دوزخ است، لا یسمن، این فربه نمیکند، ولا یغنی من جوع، و گرسنگی شما را دور نمیکند، شما دائم گرسنه هستید. این از خوراک دوزخی ها. از این ده هم بدترش هم در آیات های کریمه آمدگی است که حتی آبشانه از همان زرداب زیناکارها هم میگویند که زیناکارهایی که در دنیا زینا کردند وقتی اینها زرداب بدنشان که میریزد، این آب جمع می شود در دوزخ و برای دوزخیان استفاده می شود. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم، میخواهم جوابش را با پررگی گیرم. شخصی از خدا قسم خورد که من دیگر قماربازی نمی کنم، لیکن کرد، بگوید که گناهی و چیز. خدا در قرآن میگوید استعیذ بالله انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. و درستی این که عرق نوشی، میسر قماربازی، انصاب و ازلامش فالبینی و بت پرستی، رجس من عمل شیطان، اینها پلید هستند، عملهای شیطانی هستند. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اگر تو از عذاب خدا بخواهی که ایمن بیابی، از این 4 چیز دور شو، تو در عذاب خدای خودت گرفتار نمی شوی. کسی که قماربازی میکند البته به البته وی وارد دوزخ میگردد. کسی که عرق نوشی میکند وی وارد دوزخ میگردد. کسی بت پرستی میکند، فالبینی میکند وی وارد دوزخ میگردد. زیرا این عملهای پلیدی هستند که این بنده به آنها چنگ زده است. عیب است که وقتی که امروز فرزند مسلمان نماز میخواند، خدا میگوید، مسجد میاد، باز قمار بازی میکند. از پول قمار باز شکار میکند، باز معرکه میکند، نان میکند، خیر احسان میکند که خداوند به این پول حرام احتیاج ندارد. فرزندها گرسنه و عائله ناآرام و این باشد قماربازی دارد. سلام داملای محترم، من میخواستم مصرعهای شعر زیرین رو تحلیل نمایید که با قلم محمد غایب نوشته شده است، ولی مضمون از اثرهای حضرت امیرجان گرفته شده است. زندگی از مرگ بهر هر مسلمان مشکل است، 5 سختی دیدن و طی کردن 6 منزل است. و ما فهمانید که این 5 سختی کدام است. بغیر همین 5 کلمه دینی دیگر هیچ معنا نمیدهد. همین 5 سختی دیدن و طی کردن 6 منزل است. همین 5 سختی، این به همین 5 کلمه بسیار نزدیکی میارد. اگر کدامی در لازم باشد بیاید از نزدیکتر انشاءالله تحلیل کردن میتیم که چی سختی ها دارد. یعنی به همین بنای مسلمانی، 5 بنای مسلمانی است. سوال اخیران میخونیم انشاءالله دعا میکنیم. السلام علیکم داملای محترم، اولا مرا میبخشید چون که وقت شما رو میگیرم. خواهشمندم با همین سوال من پرره جواب گردانید. من شما را از برای خدا دوست میدارم. سوال من چنین است: حضرت رسول اکرم میفرماید هر شخصی که در هنگام شام شراب بنوشد و با همین حالت صبح کند مشکوک است. اگر صبح شراب بنوشد و با همین حالت سحر کند مشکوک است. چی معنی دارد؟ یعنی کسی که سحر
شراب می نوشد تا بیگاه یا بیگاه می نوشد تا سحر و مشغول است، وای بدبخت است. وای بدبخت است کسی که روزی خود فقط به شرابخوری میگذراند. در جای دیگر میفرماید که هر کسی که فرد شرابخور را سلام دهد و با وی مصافحه کند، سلام کند، خداوند عملهای 40 ساله وی را ضایع میکند. خواهشمندم پرره جواب دهید که چون که من در جای کار میکنم که زیاده از 40 نفر کارگر است، همه شراب می نوشند، تنها من نماز میخوانم، نماز جمعه می آیم، مرا ملا گفته تمسخر میکنند، کنی بیا ملا گفته میخندند، من چیکار کنم؟ سلام کنم نکنم؟ پس احوال من در نزد خداوند چی میشود؟ با احترام مخلصی شما. سلام. راستی بار تا حد امکان اگر توانین از همین آدم های شراب نوش و تمسخری که میکنن از همین ها اعتراض کنین، دور باشین. چه همین آدم های عرق نوش و چه دیگر طایفه های بدکاری که هستند، اگر چنین باز معامله و تمسخرانه به شما رفتار کنن، شما هم میتونین که با آنها تمسخرانه هم معامله کنین. سلام آنها هیچ حاجت هم ندارد وقتی که تو را اینقدر بی قدری میکنن. لیکن امروز صد افسوس که چیکار کنیم که اطراف همه ما و شما عبارت از شرابخور است و کار همه ما و شما در پیش همین شرابخورها البته میغلطد. مجبور میشویم که از آنها چیکار کنیم؟ حاجت طلب کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله این سوال باز جواب پره میگیریم، برای وقتم انجام یافت. و این جمعه یک برادرمان سنگ غفورزاده داماد مولانا 500 کیلو سیمین برای همین طهارت خانه آوردن. یک برادرمان اینجا عالم جان و سفر علی که خیشای برادر حاجی رجب علی هستند، اینها هم یک میکروفون برای همین مسجد آوردن و خواستن در حق ایشان دعا کنیم خدای مهربان و تمام این برادرایی که خیر احسان کردند و سوالها ارسال کردند، همگی را خدای مهربان عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیب بگردانی و خیر احسان هایی که این برادرها کردند خدای به درگاهت مقبول بگردانی، دولتشون از زیاده بگردانی، خودشان و فرزندهاشون خدا عمر دراز و از جمیع آفتها در حفظ و امان خود نگه بداری. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.